بیمارخانه مرکزی ناحیه دیوشتیچ سال 1970 سال به شروع آورده است، یعنی که همین پایه بیمارخانه ساخته شده. سال 1973 سال بیمارخانه به استفاده داده شده است. از سال 1973 سال تا امروز کلان بیمارخانه یگان مراتب تعمیر پوره شدگی نیست. حاضر عین حال ما شعبه جراحی بیمارخانه مرکزی ناحیه دیوشتی گیریم در دوامی از سال 1973 سال تا سال 2021 سال پورگی ریمونی کلان شدگی نیست. جراحی نقشه‌ای در بیمارخانه مرکزی ناحیه دیوشتی از قطع کرده شده. تا از تعمیر برآمده. حجره جراحی تجیلی فعالیت می‌کند برای اینکه قطع کرده نمی‌شود. بیمار همه وقت در بیمارخانه مراجعت می‌کند. حالت‌های تجیلی. سال 2003 سال تجهیزات آخران آوردگیشان هست. اپراسیون همون استول آوردگی بسیار هم تجهیزات با ما تنقیسی میکشیم برای اینکه همین بیستینی وای میگود، یعنی که همون لامپا هایی که دیوال با چسبیدگی اپراسیون بلوک به همون جایی که جراحی میکنیم بسیار همون هم از فعالیت کار ماندگی است. چراغشان خیره شده است. بسیار جراحی کردن قیم با اپراسیون همون استولمون هم بسیار هم فعال شدگی جومیده میستند ناراحت بیمارمون. خیلی تجهیزات هم گویم تجهیزات هم автоклав یک نمودی автоклав هست. ما با همون شعبه جراحی باید وجه شود. روزهای نزدیک از طرف بیمارخانه مرکزی کمک بیمارخانه مرکزی از طرف طبیبان سهمگذاری کردن یک قسمی همین آب، یعنی که اینجا به ذخیره آب مقداری 10 تانگی کفته آب با خطی تربه های پلاستیکی، یعنی که آب بردیم یک قسمی شعبه یعنی با آب تعمیر شده است. رو بگم نو طرفی جراح بگویم حاضر که آب عین حال نیست. حالی باشد همطور با ظرف ها دست میشیم آب نیست.